سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی دلم براتون تنگ شده بود بچه ها. میخوام یه آنباکسینگ لنز کنم. این رنگی گری، آیس گری 3 این اسمشه و بریم با هم که تستش کنیم. الان از این ورش هم میذارم و اما رنگش، اینم رنگش رو دیدیم. با هم تستش کنیم ببینیم چجوریه. خب دستتون رو اول تمیز بشورین. با یه از یه مثلا حوله یا چیزی که پرز میدم استفاده نکنید، چون همون پرزا باعث میشه که به لنزتون بخوره و وقتی تو چشتون میذارین یه پرز کوچیکم که باشه اذیتتون میکنم. من زوم میکنم. خب دستتون شسته تمیز، لنزو بر میدارین اینجوری. ببینیم وقتی که اینجوری میذاریمش رو انگشتمون، خب یه حالت مثل باید قشنگ دایره باشه. اینجوری سر مثلا اینجوری باز نباشه. اگه اینجوری مثلا انگشت منو میبینین رو به این بره، خب اگه حلقه دور اینجا رو به این ور بود، خب یعنی لنزتون وارونه است. البته تو چشم که میذاریم میچرخه. خب از این هم میتونیم بفهمید تو چشتون وقتی اینجوری پلک میزنیم میچرخه، بعد خوب در نمیاد. حالا ببین با هم، من اینو میذارم اینجای دستم. من این دستگاه استفاده نمی کنم، همین با این میذارم رو این نوک انگشتم. خب این پلک پایین رو میکشیم پایین، اینجا رو میبینین میذارینش اینجا. خب حالا به خاطر که وقتی پلکتون رو میبندین در نیاد، اینو بر میدارین اینجوری میزنین میره جا. چه خوش رنگه، خوش هم اومد ازش. اوه واو، من وقتی لنز بذارم مثلا یکی دیگه میشم. چشم هسکی شد، دو رنگه. واو چون خیلی وقت لنز نداشتم، میگم این چشم عادت نداره. بعد یه کمی اینجوری میچرخونین تو چشتون. خب بزنیم بعدی هم بریم بذاریم. باز شود دیده شود بلکه. البته پسندیده شد واقعا. چه رنگش قشنگه، فکر نمی‌کردم تو چشم اینقدر قشنگ باشه. اوه مای گاش، نه واقعا دوستش دارم. حالا این ببینید چقدر حلقش بزرگه، چشمو بزرگ. ببینید بچه‌ها لنزایی که دور مشکی دارن، خب چشو دایره چشمو بزرگتر نشون میدن، بعد قشنگتر دیده میشه. اونایی که دور مشکی نیستن خیلی طبیعی تره، ولی خب چشتو کوچیکتر نشون میدن. یه دونه اینو زنی. خب شاه دواره شاه زنی، ماه گلم ای ماه گلی. خب گفتیم چیکار کنیم؟ این دستو یه ذره اینجا نگاه میکنی. خب رو به روتو نگاه میکنی تو آینه، اینو میکشی پایین، اینو یه ذره قسمت این سهیدی اینجوری که دستت اینجوریش میکنی که بچسبه به چشت. بعد این پلکتو بلند میکنی، رفت جا. خب حالا چشتو میبندی و اوه واو، look at my eyes. واو واقعا قشنگه. رنگی باشه. آخه توی خود جعبش که بود گفتم حالا زیاد مثلا چیزی نیست. بچه اینا رو خواهر من ایران برام دونه‌ای چقدر گرفته؟ دونه‌ای 250. اینم آبیشه، اینم گرینشه. بذار این رنگا رو بهتون نشون بدم. خب اینا از تا 2028 هم فرصت داره استفادهش کنیم، 1 ساله است
و اما بهتون نگم یعنی 1 سال است ولی تا 2028 تاریخ داره. ولی اینایی که مثلا میگن شما نمیتونید بیشتر از مثلا چیز امتحانش کنیم، بیشتر 1 سال بذاری استفاده کنیم. منم که بیشتر 1 ماه از اینا استفاده نمیکنم، یعنی اصلا مناسبتی جشنی باشه استفاده میکنم. و اما نکته مهم داشتن لنز حتما توی از این جعبه‌ها که در آوردیم این آبی که داخل اینه به درد نمیخوره، بریزنش دور، داخل کاسه مخصوص خود لنز بذارین که من اگه اینجا داشته باشم بهتون آها اینا پیدا کردم. اینم جعبه‌شو اینجوری باز میکنی قشنگ. این آب لنز از هر مدلی گرفتیم فرقی نداره، اینجوری پرش میکنین. خب لنزتون رو توش میذارین، درش میارین تو این یه کمی چیز میکنین. من اول این کارو میکنم، تو این یه ذره آب میریزم، لنزم از چشم در میارم، تو این اینجوری میکنم که تمیز بشه. حالا هرچی تو چشم مال خط چشم ریملم بشه، چیزی خورده موجه چیزی چسبیده باشه تو این آبه کنده بشه ازش. بعد این آبو میریزم، دوباره توش آب لنز میریزم، لنزم رو میذارم داخلش، میبندم شدم توی یخچال. شما این کارو کنید خیلی خوبه. و اما یه چیز دیگه میخوام، یه چیزی بهتون نشون بدم. من اینو ببندم. خب میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم بچه ها. من این چیزمو رینگ لایتم خاموش کردم. حالا ببینید بدون نور رینگ لایت چجوریه. او واو، اصلا اینقدری که این چیز توی اون نور روشن بود نیست. ببینید خیلی طبیعیه. خیلی دیگه لنزه دیگه، مشخصه که لنز گذاشتی ولی خوشگله دیگه به چشم اومد، دوستش دارم. I love it. Thank you. بچه تا یه ویدیو دیگه بای. اگه دوست دارین نمونه های دیگه هم ببینین پست بعدی منو ببینین. دوستتون دارم. بای.